استوری قبلی منشون ادیت کنم بذارم به خاطر محدودیت هایی که اینستاگرام داره و این یه گوشه ای از پیامایی که من دارم میگیرم، با اینکه خیلی معتقدن که خب نظرخواهی کرده. اصلا کاری با ساید افکتاش روی زندگی من و خطراتی که هست ندارم. من شانس آوردم اینجا دارم زندگی میکنم، کسی نمیتونه به من فحش بده، نمیتونه کسی بلای سر من بیاره، ولی هستش این خطرها دیگه. نمیتونم دیگه برگردم ایران، خانوادم و کلی مسئله دیگه، به خاطر اینکه یه آدمی یه شب تصمیم میگیره بیاد هرچی از دهنش در میاد به من بگه، آخرش هم که یه عذرخواهی آبکی از منم که عذرخواهی نکرده عملا. و الان شما به من بگین عذرخواهی ها یه تاثیرگذار بوده؟ این داستانم خوب سوژه‌ای شده واسه، یعنی به همین بهونه خوب اومدی بالا. تا نمیدونم یکی از اون ماشینا رو بهت نده یا یه بلایی سرش نیاد ولکن نمیشه. فکر کنم تو ولکن دیگه، یه چی بود و گذشت. از این صحبت ها 100 برابر بالاترشو بین همه مردم دارن با هم میکنن دیگه. حالا یه چی گفته تو هم هی گرفتی نگم فلان شد تهدید. به خود من فکر نمیکنم یک پیامم برای تو بیاد. آخه کدوم کسخلی میاد پیام میده تهدید و فلان و فلان. ولکن بابا این داستانا رو.